خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. ممنون میشه اول خودتون رو برای بچه‌ها معرفی بکنین که بچه‌ها با شما آشنا بشن. سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. من مهتاب شرفیه هستم. 30 سالمه. متولد 74م. متأهلم، یه فرزند دارم. در مورد حالا تحصیلاتم اگر بخوام بگم، ورودی 92 رشته شیمی دانشگاه شریف بودم. بعد از اون روانشناسی خوندم. دوباره از کارشناسی ورودی 97 دانشگاه شاهد بودم و بعدش هم ورودی 1401 ارشد بالینی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی هم در عالی. مورد سرم بشه رزومه شغلیم هم لازم بگم حالا بگین الان بچه‌ها که آشنا حالا چه بشن. فعالیتایی داشتم. آره. خب من مدرس توسعه مهارت‌های نرم هستم، مشاور شغلی هستم و یه سابقه 2 ساله هم تو حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی دارم. تو شرکت مهمیت فعالیت می‌کردم. الانم که روانشناسم و در خدمت دوستان. خیلی ممنونم. چی شد که اول شیمی و سلام. شریف رو انتخاب کردین؟ شیمی شریف انتخاب کردن من واقعا بر اساس به نظر خودم یه اشتباه بود و عدم شناختی که از خودم و اون رشته داشتم. در حالی که بازم حالا با اون اطلاعات محدودی که داشتم فکر می‌کردم که یه شناخت نسبی دارم، اما بعدا هر چی که جلوتر رفتم متوجه شدم که نه، اون اشتباه بوده. اون تصوری که من از اون رشته داشتم، تصوری که از خودم داشتم و اینجوری شد که صرفا بر اساس اینکه رتبه‌ام به چه دانشگاهی میخوره حالا یه چیزی رو انتخاب کردم، یه ذره پرس‌وجو کردم. احساس کردم که مثلا چون درس شیمی رو توی دبیرستان دوست داشتم، چون مثلا یه رشته‌ایه که حالا میشه توش کار پژوهشی کرد و مثلا فعالیت‌های خلاقانه تری کرد، برای من مناسبه. حالا دانشگاه شریف هم دیگه بالاخره خیلی مطرحه و همه مثلا برای سر دست میشکنن و اینا. اما متوجه شدم که به من نمیخورد و درست نبود. خیلی هم عالی. من خب اولین باری که احساس کردین رشته به دردتون نمیخوره کی بود؟ خیلی زود، یعنی وقتی که وارد فضا شدم دیدم که همه دارن با انتگرال و ریاضی و فیزیک و فقط عدد و رقم و فرمول سر کار دارن و در حالی که مثلا من خیلی علاقه داشتم حالا به اون فضایی که ازش اومده. من چون رشتم تجربی بود توی دبیرستان، به اون فضایی که مثلا در مورد زیست شناسی، زمین شناسی خیلی برام زنده و جذاب بود و وقتی که مثلا میرفتم تو کتاب خونم همش ریاضیه و هیچ چیز دیگه وجود نداره، واقعا مثلا انگار نفسم میگرفت. دوست نداشتم اون فضا رو. خیلی هم عالی. و چی باعث شد که اونقدر یعنی خیلی جدی تصمیم بگیرین که دیگه مسیرتون رو عوض بکنین و برین سمت روانشناسی و واکنش اطرافیان چی بود؟ مهم. ببین من خب از همون اوایل متوجه شدم که دوست ندارم رشته روانشناسی، ببخشید شیمی رو. و حتی مثلا اینجوری بودم که ترم یک ما یه درس اندیشه داشتیم، استادمون گفته بود یه تحقیق باید بیارید موضوع آزاد، هر موضوعی که دوست دارید، در هر چیزی که زمینه که دوست دارید. بعد من گفتم اولین موضوعی که به استاد پیشنهاد کردم گفتم من دوست دارم در مورد اختلالات شخصیت تحقیق کنم، مثلا سرچ هایی که میکردم اینا. مثلا خیلی جالب بود که اصلا خودم ولی هنوز متوجه نشدم که آقا من انقدر به اختلالات شخصیت و نمیدونم اینا علاقه دارم. خب رشته روانشناسی دارم، اصلا 1% هم حتی به این رشته فکر نمیکردم و اینجا به خاطر اون عدم آگاهی از رشته بود. میدونی یعنی من اینجا رو این نکته پررنگش رو میدم که من اصلا آشنایی نداشتم. شاید اگر مثلا بیشتر تحقیق کرده بودم یا کسی بهم معرفی کرده بود این گزینه هم مد نظرم قرار میدادم مثلا، ولی چون مد نظرم نبود متاسفانه به مفاهیم روانشناسی علاقه داشتم ولی نمیدونستم که مثلا حالا این رشته هم میتونه برای من مناسب شه. نه که ندونم به هر حال هممون شنیده بودیم اما اصلا بهش فکر نمی‌کردم به صورت جدی جزئی باهاش آشنا باشم. و هرچی که جلوتر رفتم بعدش وارد مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف شدم. خب اونجا یکم فضا بازتره در مورد مثلا کسب و کار، در مورد مهارت‌های نرم و سافت اسکیل. اصلا اونجا شد که مثلا با سافت اسکیل آشنا شدم.
در مورد خودشناسی و این حرفا که مثلا آقا آدم باید خودشناسی داشته باشه که بتونه رشته مورد علاقه‌اش رو انتخاب بکنه. اونجا که مثلا با این مسائل آشنا شدم، هی ذهنم بازتر شد، یا رفته رفته به این سمت رفتم که من نمیتونم، واقعا این رشته رو دوست ندارم، جایگاهی واسه خودم تو شیمی اصلا متصور نیستم. هرچی هم تلاش کردم که حالا علاقه‌مند بکنم خودم و متاسفانه یا خوشبختانه نتونستم، نشد و آخر سر به این نتیجه رسیدم که باید برم رشته روانشناسی. بازم البته واقعا خودم خیلی مستقلانه تصمیم نگرفتم برم روانشناسی و صاف برم تو روانشناسی. فهمیده بودم که عاشق روانشناسیم، ولی خیلی ناامید بودم از اینکه بتونم برم وارد رشته روانشناسی بشم. چرا؟ چون که مثلا فکر می‌کردم که تغییر رشته توی ارشد خیلی بعیده، خیلی سخته، خیلی مشکله. منی که مثلا چون خیلی اون موقع حالا مسائل کمالگرایی رو داشتم، منی که کارشناسی روانشناسی نبوده، قطعا نمیتونم خودمو برسونم به اون کسی که کارشناسیشون روانشناسی بوده توی ارشد، و این گزینه‌ای که تو ارشد برای روانشناسی بود خودم غیر ممکن می‌دیدم به اشتباه. از طرفی هم مثلا میگفتم خب دوباره بخوام کارشناسی روانشناسی بخونم، احتمالا مثلا نمیذارن که من مثلا 2 تا کارشناسی بخونم، نمیشه، امکانش نیست و فلان این حرفا. خیلی ناامید بودم، با اینکه فوق‌العاده علاقه داشتم خیلی ناامید بودم از اینکه بتونم تو رشته روانشناسی تحصیل بکنم. بعد وقتی که ازدواج کردم، پدر همسرم مشاور تحصیلیه و حالا رشته خودش و زیست تدریس میکنه، عشق پزشکی و اینکه مثلا همه رو به پزشکی هدایت کنم. اینا خودم خب دوست داشتم، تجربه بود. گفت دوباره بخون که مثلا پزشکی بخونی. و حالا دیگه مثلا اینجوری شد که خب رتبه‌ام خیلی در حد پزشکی نشد دوباره دفعه، چون مثلا خیلی چند ماه برای کنکور خوندم و توی لیست انتخاب رشتم فقط پزشکی داده بودم و روانشناسی. گفتم حالا هرچی بادا باد، یا میذارن یا نمیذارن دیگه. و روانشناسی زدم و قبول شدم، با اینکه مثلا خیلی امید بودم از اینکه بتونم این کار رو انجام بدم. و هرچی هم پیگیری میکردم که آقا من 2 تا کارشناسی خوندم، حداقل باید شهریه بدم، گفتم نه مشکلی نداره، اصلا نه کسی جلومو گرفت، حالا خلأ قانونیه یا مثلا چیه. اینجوری شد که خلاصه ما وارد رشته روانشناسی شدیم. خیلی هم عالی. و با توجه به اینکه حالا من تو بچه‌های الان احساس میکنم با اینکه روانشناسی رشته‌ایه که خب از تجربی هم میشه رفت، از انسانی هم میشه رفت، احساس میکنم بچه تجربی روانشناسی رو کمتر تو گزینه‌های خودشون در نظر میگیرن. یعنی بیشتر مثلا تمایلشون اینه که برن سراغ رشته‌های مثلا پزشکی و حالا پیراپزشکی، دندون پزشکی، داروسازی. شاید روانشناسی احساس میکنم یکم محجوره توی بچه‌های تجربی، با اینکه رشته‌ایه که خب بالاخره کسایی که علاقه‌مند باشن به بحث درمان مشکلات انسان‌ها، یه رشته‌ایه که خب خیلی واقعا همتراز به نظر من با پزشکی و حالا رشته‌های پیراپزشکی و غیره میتونه واقعا به بهبود زندگی آدم‌ها به صورت خیلی واضحی کمک بکنه. اگه برگردیم به دوران دبیرستان، چه نشونه هایی توی خودتون به نظرتون وجود داشت که اون موقع مثلا اگه اون نشونه ها رو جدی میگرفتین و متوجهش بودین، میفهمیدین که مثلا علاقه‌مندین به روانشناسی؟ ببین من از دبیرستان که چه عرض کنم، الان یه وقتایی فکر میکنم مثلا من وقتی که 6 سالم بود داشتم به مسائل روانشناسی فکر میکردم. مثلا یادمه وقتی که حالا یه کسی بود یه تعدادی بچه رو مثلا حالا کشته بود، توی اخبار چیز کرده بودن، مثلا پیچ داده بودن. من هی داشتم میخوندم این خبرشو، میخواستم ببینم مثلا میاد بگه که تو چه خانواده‌ای بزرگ شده، چی باعث شده که مثلا این کار انجام بده. دنبال این بودم که مثلا ببینم این چجوری بزرگ شده، چه اتفاقاتی براش افتاده که کارش به اینجا رسیده. یا مثلا یه دونه برنامه تلویزیونی بود، حالا شاید شما هم دیده باشی، آقای کی اشتباه نکنم اصغر همت همچین کسایی بود، با یه خانومی یه برنامه بود در مورد روانشناسی کودک بود که دکتر سیما نه در مورد روانشناسی کودک بود، در مورد طلاق و اینا بود. اسمش یادم نمیاد چی، بعد خانم دکتر سیما فردوسی که اون روانشناسی کودکی بود، یه سری نکته ها میگفت، بعد اینا بازی میکردن فیلمشو. بعد من نه خیلی کوچیک بودم، یادم نمیاد چند سال بود، مثلا که از 4م 5م بودم.
مثلا اینکه شروع میشد انقدر من با علاقه نگاه میکردم، مثلا مامانم میگفت مهتاب بیا این برنامه مورد علاقت شروع شده. خودم خجالت کشیدم، حالا بچه بودم دیگه، میگفتم مثلا مامانم میگه این چرا مثلا یه برنامه‌ای که در مورد بود تربیت فرزند و مثلا بچه‌ها و اینا، مثلا این دوستی، مثلا برنامه کودک دوست داشته باشه، چرا مثلا این برنامه بزرگونه دوست داره. ولی خیلی من همیشه مثلا جذب این مسائل میشدم. و ببین این یک توانمندی روانشناختیه، بهش میگن سایکولوژیکال مایندد بودن. خب یعنی واقعا یه چیزی که خدا بالاخره رو هر کسی قرار داده دیگه. و وقتی که تو خیلی در مورد این مسائلی که مثلا چه میدونم همینایی که گفتم تربیتی، در مورد مثلا اینکه چه اتفاقی افتاد این آدم به اینجا رسید، چه جوری زندگی کرده که مثلا این اتفاق براش افتاده، وقتی خیلی راجع به اینا کنجکاوی، خیلی در مورد خودت تعمق می‌کنی، در مورد دیگران تعمق می‌کنی، یعنی تو سایکولوژیکال ماینددی. وقتی که آدما خیلی میان به تو مراجعه میکنن، میبینی که مثلا این همه آدم چرا میان به تو درد دل میکنن، این همه آدم چرا میان از تو مشورت میگیرن، یعنی تو یه ویژگی داری که اعتماد اون افراد رو میتونی جلب کنی. حالا توی گاردنر اگر اشتباه نکنم بهش میگن هوش درون فردی و هوش میان فردی، که این آدمیه که دوست داره عمیق بشه، دیگران بهش اعتماد میکنن و اینها باعث میشه که حالا تو بتونی در آینده روانشناس خوبی بشی. و حالا من البته دلیلشو میدونم ولی دوست دارم از زبون خود بشنوم. با توجه به اینکه روانشناسی حالا گرایش‌های مختلفی داره، چی شد که به روانشناسی شغلی و استعدادیابی و حالا روانشناسی سازمانی علاقه‌مند شدی؟ ببینم من خب چون از اول تو مرکز کارآفرینی با این رشته آشنا شدم، با رشته روانشناسی و در واقع بیشتر ارتباط گرفتم، خب اون نقطه شروع هم اونجا بود. و چون که خودم از این مسئله انتخاب رشته غلط به نظر خودم خیلی آسیب دیدم، لحاظ حالا روحی و اینا، واقعا خیلی مدتی که شیمی میخوندم من از خودم فرسوده شدم، دوست داشتم که به آدما کمک بکنم که این اشتباه نکنن. و چون خیلی مطالعه کردم که حالا به این خودشناسی برسم، یعنی اینجوری بود که من اصلا وقتی که وارد رشته روانشناسی شدم از ترم 4، یعنی از سال دوم، ما یه درس 2 واحدی داشتیم به اسم مشاوره شغلی. اون مشاوره شغلی رو خب استاد خیلی خوبی هم داشتیم، بهمون گفتن و من احساس کردم که اوکی من دیگه الان باید برم یه دوره طولانی مدت درست حسابی ببینم و مشاوره شغلی شروع کنم. و همین هم شد. یه سری دوره ها رو دیدم، یه سری کتابا رو خوندم، از همون کارشناسی من مشاوره شغلی رو شروع کردم. مشاوره حالا تحصیلی و شغلی. تحصیلی به این معنی واسه همون انتخاب رشته، نه که مثلا مشاوره درسی بدم. و خیلی یعنی قبل از اینکه اصلا وارد فضای بالینی و اینا بشم، من داشتم مشاوره شغلی رو انجام میدادم. توی سازمان هم چون کلا به تدریس سافت اسکیل، به همین بحث مهارت‌های نرم و اینا علاقه داشتم، خب میدونستم که سازمان‌ها به این احتیاج دارن و این رو هم انجام دادم. و اتفاقا در نهایت الان به این نتیجه رسیدم که روانشناسی بالینی رو از همه اینا بیشتر دوست دارم. و از وقتی که حالا مهریار به دنیا اومده دیگه طبیعتا وارد مرخصی زایمان هم که شدم، گفتم که من نمیخوام دیگه برگردم شرکت. و حالا الان یه مدت طولانیه که دارم دوره‌های درمانگری رو میبینم توی رویکرد طرحواره و CBT و اینا، چون که من اون حالا همون سایکولوژیکال مایندد بودنه، بیشتر چیزی که دوست دارم عمیق شدن تو آدم‌ها. خب تو سازمان نمیتونی خیلی عمیق شی، تو مشاوره شغلی هم خیلی نمیتونی عمیق شی، باز باید مثلا در مورد رشته‌ها یک مقداری سطح کمیه. و چون من هی دوست داشتم عمیق‌تر بشم، الان همه فعالیتام تقریبا متوقف کردم، حتی مشاوره شغلی هم فعلا نمیدم، حالا به صورت گسترده که مثلا تبلیغ میکنم و اینا خیلی تک و توک اگه بچه‌ها معرفی میکنم. فعلا فقط دارم یاد میگیرم که رو بحث همون تراپیست شدن و یعنی میخوام بگم تو حتی وقتی که من فهمیدم چقدر به روانشناسی علاقه دارم و وارد روانشناسی شدم، باز اون جستجوی علایق ادامه پیدا میکنه. یعنی من 2 سال رفتم تو سازمان روانشناسی سازمانی بودن و امتحان کردم و بازم به این نتیجه رسیدم که اوکی نه، من بالینی رو بیشتر دوست دارم. به قول یکی از اساتیدمون که میگفت ما یک شغل قرار نیست داشته باشیم، ما یک مسیر شغلی داریم. هر جایی از مسیرمون ممکنه متوجه بشیم که خب حالا علاقمون
تا اینجا یه چیزی بوده یا درست تشخیص دادیم یا اشتباه. اصلا اگه درست هم تشخیص دادیم من تا اینجا به این علاقه داشتم، الان یه موضوع دیگر رو پیدا کردم که دیدم به اون علاقه بیشتری دارم، یا قبلا فکر می‌کردم علاقه نداشتم الان بهش علاقه من شدم. هیچ مشکلی نداره اگر که بخوایم حالا در ادامه مسیر یک در واقع علاقه دیگه رو دنبال بکنیم. حالا به عنوان کسی که توی زمینه روانشناسی شغلی و سازمانی و حالا استعدادیابی خیلی کار کردی، به نظرت بچه‌ها چجوری میتونن علاقه واقعیشون رو، استعدادشون رو درست تشخیص بدن؟ ببین اون آزمونا اینا قطعا کمک میکنه. حالا واسه مثلا یه نکته‌ای که فکر کنم همون بدونی، حالا در مورد اونم میتونی حالا یه پستی محتوایی چیزی مثلا آماده کنی که دقیقاً چه آزمونایی و چه جوریه، اما قطعا کفایت نمیکنه. این که من یه خود درون نگری داشته باشم تو موقعیت‌های مختلف، سعی کنم که ببینم مثلا الان توی این کار چه حسی دارم. ببین این نکته شاید خیلی نگن، یعنی واقعا شاید اصلا توی کتابای حالا عمیق‌تر هستا، ولی مثلا تو اون چیزایی که دم دستی واسه عموما نباشه، من یک درون نگری داشته باشم توی انجام فعالیت‌های روزمره، ببینم چی منو برانگیخته میکنه، چی خیلی منو خوشحال میکنه. این خیلی مهمه. بعد چون امروزه به خاطر این فضای مجازی و اینا ما خیلی قطع ارتباط شدیم با خودمون، درگیر مثلا محتواهای بیرونی شدیم و اینا اصلا متوجه نمیشیم. اینکه من کجا حالم خوبه، کجا حالم بده، الان چه حسی دارم، الان مثلا چی خوشحالم میکنه، چی ناراحتم میکنه، این خیلی بده. و هرچی که من سبد تجربه‌مو غنی‌تر بکنم، یعنی مثلا فرض کن حالا یکم در مورد گذشته صحبت میکنم. فرض کن کسی که از بچگی یه سری مهارت‌های مختلف رو امتحان کرده، خیلی فرق میکنه با کسی که 18 سالشه الان مثلا خب من بهش میگم به چی علاقه داری، میگه نمیدونم. کلاس چی مثلا رفتی تو این مدت؟ هیچ کلاسی نرفتم، هیچ مهارتی رو امتحان نکردم. این خیلی فرق میکنه. حالا ما الان نمیتونیم گذشته‌مون رو جبران کنیم، ولی حداقل میتونیم از الان به بعد سبد تجربه، چون تازه شروع شده، یعنی اینجوری که بگیم نه دیگه دیر شده، نه، تازه شروع شده. برای خیلی از ماها اصلا هنوز شروع هم حساب نمیشه، هیچ جای ناامیدی و نگرانی نیست. خیلی مهمه که من این کلاس‌های مختلف برم، ورکشاپ‌های مختلف برم، تجربه‌های کارآموزی مختلف برم، کارهای دانشجویی رو حتما امتحان میکنم، تشکل‌های دانشجویی مختلف رو امتحان میکنم و ببینم که کجا حالم خوبه، چه جنس فعالیتی حال منو خوب میکنه. در مورد مشاغل با افراد مختلف صحبت بکنم، کسی که مثلا مدیر محصوله ازش بپرسم چه حسی داری، چه کارهایی انجام میدی. باید سواد شغلیمو به اصطلاح بالا ببرم. اینکه من هیچی در مورد شغلای مختلف ندونم، این باعث میشه که همون یک تصور اشتباه یا یک تصور فانتزی در مورد مثلا من خودم چون مثلا آدمی بودم که همین به کارهای عمیق علاقه داشتم، فکر میکردم که خیلی کار پژوهشی دوست دارم، در صورتی که الان واقعا میتونم بگم اصلا کار پژوهشی دوست دارم. یعنی من فکر میکردم عاشق کار پژوهشی ام، شیمی ام که مثلا عشق این کار، و الان میبینم که اصلا من حوصله این که مثلا بشینم منابع رو بخونم، عمیق شدن دوست دارم، ولی تو اون آدمی که روبرومه، توی اون مطالبی که دارم مطالعه میکنم، ولی اینکه مثلا بشینم هزار تا مقاله بخونم و هی مثلا آزمایش انجام بدم، چون آدم عملگرایی ام، چون آدم گروه‌گرایی ام، خیلی برام سخته. در صورتی که مثلا این تصور من نداشتم. ولی اگه مثلا بیشتر در مورد حالا تجربه‌های حتی اگه شاید کار پژوهشی رو امتحان می‌کردم، میدم واقعا من آدم کار پژوهشی هستم، مثلا دارم میگم الان میدونم که پژوهشکده‌های خوارزمی و اینا مثلا واسه دانش آموزان میتونن کار پژوهشی انجام بدن. خب من هیچ وقت امتحان نکرده بودم، شاید اگه یه بار امتحان می‌کردم این گزینه رو واسه خودم حذف می‌کردم. درسته. و حالا تقریبا توی صحبتات گفتی، ولی حالا اگه کنی تکمیل داری، به نظرت چه اشتباهات رایجی هست که آدم موقع انتخاب رشته انجام میدن؟ ببین اشتباه که خیلی زیاده و بیشترین اشتباه همین عدم شناخت کافی از خود و عدم شناخت کافی از اون رشته است. یعنی من واقعا برام خیلی عجیبه هنوز بعضیا فکر میکنن که مهندسی هوافضا یعنی مثلا فضانورد شدن.
یا مثلا یعنی مهندسی در برق یعنی مورد از فضا تکل برق خوندن. بالا رفتن. آره آخه مثلا نه که مهندسی مکانیک هوافضا اصلا معلومه مهندسی مثلا ماشین مکانیکه. تعمیر کنه. مهندسی مکانیک حالا مثلا تو شاخه مثلا سازه های مثلا هوایی و اینا، اصطلاحا فکر کنم درستی سازه هوایی. ولی حداقل اینا رو بدونیم، یعنی مثل اینکه میگن تو سوالای خواستگاری میخوای یکی رو غافلگیر بکنی ببینی مثلا چقدر مذهبیه، ازش بپرس سال خمسیت کیه. خب که اصلا طرف اگه هیچی نگه ندونه مثلا یعنی اصلا خمس نمیده. این همینه واقعا. من میخوام ببینم سواد شغلی مثلا یه نفر چقدره، میگم مثلا مهندسی هوافضا چیه میدونی؟ اینو که مثلا میپرسم واقعا میفهمم طرف چنده. حالا این واقعا یه نشه، ولی میخوام بگم واقعا یه ذره در مورد رشته ها اطلاعاتتون رو بالا ببرید. و من توصیه میکنم به همه بچه‌هایی که الان دارن این چیز ویدیو رو نگاه میکنن، حتما از همین الان اکانت لینکدین داشته باشن، چون اونجا با مشاغل آشنا میشن. ببین مثلا یه سری مشاغل هستن یو ایکس رایتر، اصلا یه سری چیزا هست که واقعا اینجوری نیست که تو از قبل بدونی، اینا هی دارن به وجود میان. گروس منیجر اینا چیه واقعا؟ شاید یه سریش خودم از اینا که گفتم خب طبیعتا میدونن، ولی یه سری چیزای دیگه باشه که اصلا نمیدونن چیه. خب وقتی من میرم زیر اول مثلا معرفی کنم لینکدین چیه. لینکدین یک شبکه اجتماعی واسه مثلا افراد حرفه‌ای توی زمینه مشاغل، حالا کاریابی، معرفی خدمات و مثلا مشاغل، معرفی خدمات و محصولات و و افراد میان یه پروفایلی با حالا بحث اینکه چه رزومه‌ای دارن، چه تحصیلاتی دارن، چه کارهایی داشتن، اونا رو اونجا ارائه میدن. و تو وقتی میری مثلا پروفایل یه نفر رو میخونی و میفهمی این شغل مثلا الان این آدم چیزه پروداکت دیزاینره، یا چه میدونم مثلا یو آی دیزاینره، طراح اسکرام محصوله، یا مثلا مستره. طراح رابط کاربریه، چه اسکرام مستره. آفرین، چیزایی که واقعا شاید اصلا خیلیاشو ندونین چیه. چه تحصیلاتی داشته، چه تجربه هایی داشته، چه کارهایی داره میکنه، توضیح داده دیگه در مورد کارش. و اونجا هستی که مثلا شاید تو بگی که واو اصلا من اسکرام مستر به دنیا اومدم، مثلا نمیدونستم ولی چیه، الان تازه فهمیدم. خب به نظر من لینکدین بهترین جا واسه همین آشنا شدن با مشاغل مختلفه. و دیگه شاید خیلی بریم جلو یکم سخت باشه که مثلا بگیم حالا سایت های کاریابی و اینا، ولی اونم خیلی خوبه واسه اینکه با مشاغل مختلف آشنا بشیم. ولی فکر کنم از سوال اصلی زن منحرف شدیم. اشتباهات رایج توی چیز بود، حالا نکاتی که گفتیم خوب بود، ولی بذار برگردیم به سوال. اشتباهات رایج توی انتخاب رشته بود که من گفتم یکیش عدم شناخت خورده، یکیش عدم شناخت مشاغله که توی زمینه عدم شناخت مشاغل این نکات حاشیه‌ای رو الان. پس خوبه که من رشته ها و مشاغل رو بشناسم، خودم هم بشناسم با همون حالا تکنیکایی که وجود داره و سعی کنم که یک تطابق بین اینا برقرار بکنم. و خب تجربه کردن که خب قبلا بعد میبوده دیگه، الان نمیتونیم بگیم میشه رفعش کرد، از الان به بعد میتونیم رفعش کنیم، ولی برای الان همین که حداقل اطلاعاتم رو در مورد رشته ها بالا ببرن که میتونه از طریق سرچ باشه، از طریق هوش مصنوعی باشه، از طریق لینکدین باشه، از طریق صحبت با افراد شاغل توی اون شغل، افرادی که دارن تحصیل میکنن اون رشته رو باشه. خب دیگه چه اشتباهاتی وجود داره؟ اشتباهاتی که دیگه وجود داره اینه که بر اساس نظر خانواده و یا فشار جامعه من بخوام یه رشته رو انتخاب بکنم. اشتباه دیگه که وجود داره اینه که بازار کار یه رشته رو نبینم. درسته که مثلا بر اساس اینکه من فقط بازار کار یه رشته خوبه برم اون رشته رو بخونم غلطه، ولی اینکه اصلا بازار کارش رو نبینم اینم به نظر من غلطه. خوبه که من ببینم مثلا واقعا این توی شهر من مثلا میگم این رشته اصلا بازار کاری داره، یا اگر مثلا این رشته توی فقط تهران بازار کار داره من حاضرم برم مثلا تهران. یعنی یه ذره جلوترم ببینه آدم، خوبه، این خیلی کمک میکنه. و نظر خانواده‌ام که ببینید دوستان، درسته که مثلا لبخند رضایت پدر و مادر خیلی جذابه، ولی این لبخند رضایت رو دیدن فقط شب انتخاب رشته نیست. ممکنه شب انتخاب رشته به شما لبخند بزنن که شما اون رشته مورد علاقه‌شون انتخاب کردین، اما اون لبخند رضایتی که پایدار و واقعیه زمانیه که موفقیت شما رو ببینن. خب
بنابراین اگر شما برید یه رشته‌ای که دوست ندارید به خاطر اینکه مثلا پدر مادرتون رو خوشحال بکنی، تو طولانی مدت 100% اونها رو ناراحت خواهید کرد. پس اون خوشحالی طولانی بلند مدتشون رو ببینید و برید تو اون رشته‌ای که فکر می‌کنید واقعا علاقه دارید، استعداد دارید. استعداد از علاقه مهم‌تره. استعداد یعنی من توانمندیشو هم دارم. علاقه صرفا مثلا حالا یک حسی هیجانه. این هیجانیه که من نسبت چه حسی دارم. مثلا من پزشکی چه حسی دارم، علاقه دارم. آیا مثلا توانمندیشو هم دارم؟ مثلا من خودم الان که فکر میکنم، خب من فکر میکردم خیلی پزشکی علاقه دارم و الان که فکر میکنم مثلا من از لحاظ فیزیکی مثلا از لحاظ دستورزی اصلا کندم. یعنی مثلا میخوام یه دونه خیار پوست بکنم، طول میکشه نسبت به بقیه. کلا کارهایی که میخوام با دست انجام بدم یه ذره بر من احتمالاً مثلا یه مقدار هماهنگی دست و مثلا مغزم شاید نسبت به بقیه آدم شاید واقعا مثلا نمیتونستم پزشک خوبی باشم، مخصوصا حالا تو زمینه جراحی و مثلا اینجور چیزا. ولی خب تو روانشناسی این آپشن مثلا وجود نداره. اصلا چه اهمیت داره که من دستم چیکار میکنه، مغزم چیکار میکنه. و این توانمندی رو دیدن هم خیلی مهمه دیگه، اینکه من مثلا توانمندی این رشته رو دارم یا ندارم. در مورد اینکه گفتی حالا خودمون رو بشناسیم که چه چیزی علاقه و استعدادشو داریم، یکی از دوستانی که باشون صحبت میکردم حرف خیلی قشنگی میزد. میگفت ببینیم چی هست که به خاطرش حاضریم شبا تا دیر وقت بیدار بمونیم، یا حالا به عبارتی چی هست که صبحها به خاطرش حاضریم از خواب پاشیم. این شاید یک گزینه خوب باشه که ببینیم چی واقعا انقدر به هیجان میارتمون که بتونیم در واقع به عنوان علاقه بشناسیمش و در واقع انتخابش کنیم. البته که گفتین استعداد هم گزینه خیلی مهمه. حالا ولی نکته که اینجا هست، من احساس می‌کنم این حرفم یه ذره مثلا شاید فانتزی باشه. خب چون من مثلا من فکر می‌کردم که من حاضرم واسه پژوهش جونم بدم، بعدا فهمیدم که من جونم در میاد اگه بخوام یه دونه پژوهش واقعا انجام بدم، جونم به لبم میرسه. یعنی من این حرفه شاید مثلا واسه کسی که یه ذره تجربه کرده، مثلا 25 6 سالشه بیشتر فکر می‌کنه تا کسی که مثلا 18 سالشه. اینکه من حاضرم مثلا چی منو به وجد میاره. میدونی چی میگه؟ من الان میدونم مثلا من صبح که میخواستم برم مثلا شرکت اونقدری خوشحال کننده برام نبود تا روزی که مثلا یه دونه مشاوره داشتم یا روزی که مثلا میخواستم تدریس بکنم. الان خب شناختم خودم، ولی مثلا کسی که 18 سالشه چه میدونه که مثلا واسه چی حاضر صبح بیدار شه، واسه چی حاضر شب چی. یه تصوریه که شاید مثلا یه ذره سخت باشه. آره درسته. و اگه بخوام به یه دانش آموز 17-18 ساله که الان گیجه و نمیدونه چی کار باید بکنه یه جمله بگیم، جمله چیه؟ جمله‌ای که میخوام بگم اینه که من نمیتونم با یه جمله اون فرد رو طبیعتا از گیجی در بیارم، ولی میخوام بهش بگم که این گیجی خیلی طبیعیه. همه توی این سن گیجن و این ابهامه خیلی طبیعیه. فکر نکنید که مثلا اگر همه چی براتون روشن نباشه، اگر به رشته‌ای که میخوای انتخاب بکنی شک داری، اگر به شغلی که میخوای انتخاب بکنی شک داری، نمیدونی چیه، اگه مثلا بغل دستت میگه من میخوام مثلا چه میدونم این بشم، کاملا براش مشخصه ولی واسه تو اصلا مشخص نیست، خیلی طبیعیه. خیلی اصلا طبیعی ترین اتفاق ممکنه. تو فقط شروع کن با اون چیزایی که فکر میکنی که حالا با اون اطلاعاتی که الان داریم میگیم، از خودشناسی کسب کردی، از مثلا مطالعه کسب کردی، راحتو شروع کن. تهش اینه که مثلا عوض میکنی دیگه. فکر نکن دنیا به آخر رسید اگر تو فکر کردی که مثلا این برای تو مناسب نیست. آدم ها تو 40 سالگی تو 50 سالگی هم تغییر مسیر میدن. فکر نکن که از الان همه چی باید مشخص بشه. مثلا واقعا یه حرف عجیبه به نظرم. و به خود 17 سالت چی میگی؟ به خود 17 سالم میگم که دمت گرم. با اون به نظرم هم هر کاری کردی خوب بود. دمت گرم واقعا. همین که با اون اطلاعاتت این رشته رو انتخاب کردی. بازم شاید مثلا اگه پزشکی میرفتم شاید خیلی بدتر میشد. اگه مثلا حالا حداقل شیمی که رفتم چون خب وقتم بازتر بود کلی تغییر مسیر خیلی برام راحت بود. کلی وقت کشیدم، کلی تجربه کردم، مرکز کارآفرینی رفتم این اون. حالا فرض کن مثلا
من رتبه‌ام 1000 خورده شده بود. خیلی از شهرها رو نزدم. مثلا فرض کن یه شهر مرزی می‌زدم پزشکی قبولم می‌شدم. خب هیچ چیزی که اصلا شاید یکی از این پزشکایی که خودکشی کردن می‌شدم، نمیدونم. ولی آره، ولی میخوام بگم که آره بازم خوب بود. با اون اطلاعاتی که اون موقع داشتم شاید کار درست همین بود. و اون موقع کسی این حرفا رو با ما نزده بود. و حالا هر آره. صحبتی هر نکته دیگه ای برای بچه‌ها در مورد حالا بحث انتخاب رشته یا حالا انتخاب روانشناسی اگه داریم به عنوان صحبت نهایی بفرمایید. صحبت نهایی به طور کلی اینه که من با تجربه خودم به این نتیجه رسیدم که هر انسانی یک الماسی در درون خودش داره. شاید مثلا بگم حالا یه چیزی در یه دونه، اینو بگم بهتره، یه دونه ارزشمند در درون خودش داره که با پروروندن اون، چون الماس رو تو نمیتونی به پرورونی، فقط پیداش کنی، ولی دونه رو باید پرورش بدی. با پروروندن اون میتونه به یک نهال خیلی زیبا و ارزشمند دست پیدا بکنه، به یک جوونه خیلی مثلا خوب دست پیدا بکنه. و فکر نکن که اگر تا الان سردرگمی یا اگر تا چند سال آینده هم حتی سردرگم بودی اون دونه درون تو نیست. این اصلا از لحاظ من غیر ممکنه، مگر اینکه مثلا یه فردی عقب مونده ذهنی باشه. اگر عقب مونده ذهنی نیستی، یه استعدادی داری، یه استعدادم نه، اگر عقب مونده ذهنی نیستی هزاران استعدادی داری که میتونی با یکیشون یه مسیر شغلی خوب بر خودت بسازی. همین. خیلی ممنون ازتون، ممنون از وقتی که برامون گذاشتین. برای من کم جذاب بودم، کلی یاد گرفتم. امیدوارم که بچه‌هام بتونن از نکاتی که گفتین استفاده بکنن. خیلی ممنونم ازتون. زنده باشی، سلامت باشین. خداحافظ همگی. مطمئنم که میدرخشین.